خب دوستان یک مورد دیگه. خب این قبر بچه قبر آدم بزرگ کندیده داشت، اسم اینو چی میشه گذاشت؟ خب آقا اینجا چی نماد قرار دادی؟ چی باعث شد اینجا رو بکنی؟ خب خاکش نرم بوده، خوش آمده کندی ها. دمت گرم خدایی. من این کلیپ ها رو میذارم دوستان فقط به خاطر اینکه بیهوده نکنین. خب حداقل پرش کنین، خدایی نکرده حیوانی آدمی بیفته اینجا دست پاش مشکنه، حیوان بیفته تلف میشه، آدم بیفته خب امکان داره بمیره طرف، گناه داره. این هم یک چای دیگه، این یکیشه، اونم اونوریش هم باز که اون خاک اون سری نشانتان دادم، اون یکی دیگه. خیلی امیدوارم که بیهوده تلاش کردن رو بذارین کنار، یه جایی کلنگ بزنین که حداقل مزدشو بگیرین لااقل.